سلام به شما. خب منبعی که این بار داریم خیلی جالبه. فقط عنوان یک سند. کتاب التوحید. این خودش یه چالش جذابه نه؟ یعنی فقط با یه عنوان چقدر میشه عمیق شد. واضحه که موضوع اصلی توحید هست. همون یگانگی خدا که میدونیم به خصوص توی چارچوب فکری اسلامی یه اصل کاملا بنیادینه. هدفمون اینه که ببینیم همین عنوان، همین چند کلمه به تنهایی چی به ما میگه. چرا ممکنه اینقدر مهم باشه که یک کتاب کامل بهش اختصاص پیدا کرده باشه؟ خب بیاد یه نگاهی بندازیم. اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که کتاب التوحید خب این حس رو میده که با یه متن اصلی طرفیم. یه چیز محوری، نه یه بحث حاشیه‌ای. انگار نویسنده میخواسته مستقیم بره سر اصل مطلب. چرا اینقدر مهمه واقعاً؟ دقیقاً. نکته همینه. ببینید توحید خیلی فراتر از یه تعریف ساده است که بگیم خدا یکیست. این اصل در واقع ستون فقرات نگاه اسلامی به کل هستیه. به خلقت، به هدف زندگی، به رابطه انسان با خدا و حتی با دیگران؟ بله دقیقاً. وقتی میگیم یگانگی مطلق یعنی خدا نه فقط توی وجودش یکتاست بلکه توی صفاتش هم، مثلا علمش، قدرتش، رحمتش و همینطور توی کارهاش، آفرینش، هدایت، قضاوت. توی همه اینها بی همتا و بی شریکه. پس وقتی یک کتاب با این عنوان داریم احتمالاً فقط به اون تعریف اولیه نمیپردازه، درسته؟ یعنی میشه حدس زد که وارد بحثای خیلی پیچیده‌تر و عمیق‌تری میشه؟ قطعاً همینطوره. البته ما محتوای دقیق این کتاب خاص رو نداریم. این رو باید شما هم در نظر داشته باشید. ولی معمولاً کتاب‌هایی که به توحید میپردازن وارد جزئیات زیادی میشن، خیلی زیاد. مثلا ممکنه دلایل عقلی بیارن، دلایل فلسفی برای یگانگی خدا، یا ممکنه به شبهه‌ها جواب بدن، به دیدگاه‌های مخالف. جالبه. گاهی هم میان انواع توحید رو بررسی میکنن. مثلا توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت یعنی کی جهان رو اداره میکنه، و یه بحث خیلی مهم، توحید در عبادت یعنی اینکه فقط خدا شایسته پرستشه. چقدر وسیع. یعنی ممکنه حتی به جنبه‌های عملی هم کشیده بشه. اینکه این باور به یگانگی خدا چطور باید توی زندگی روزمره، توی عمل خودشون نشون بده؟ بله، کاملا محتمله، خیلی هم محتمله. چون توی این دیدگاه توحید فقط یه باور ذهنی نیست، یعنی نباید باشه. باید روی تمام جنبه‌های زندگی فرد اثر بذاره، از اخلاق شخصیش گرفته تا رفتارهای اجتماعیش. حتی مثلا کسب و کارش یا رابطش با طبیعت؟ دقیقاً. همه اینها. بنابراین یک کتاب التوحید کامل و جامع میتونه یه طیف خیلی وسیعی از بحثا رو پوشش بده. بحثای نظری، استدلالی و کاربردی. صرف انتخاب این عنوان نشون دهنده اهمیت و گستردگی موضوع از دید نویسنده است. حالا این برای شما که این منبع رو به اشتراک گذاشتید چه معنایی میتونه داشته باشه؟ شاید دارید روی بنیادهای یه مکتب فکری خاص تحقیق میکنید؟ یا شاید دنبال درک عمیق‌تری از این مفهوم کلیدی توی زندگی خودتون یا جامعه‌تون هستید. حتی فقط با دونستن عنوان میشه فهمید که این متن به قلب یک جهانبینی خاص میزنه. و خب احتمالاً برای فهم اون جهانبینی یه متن کلیدی به حساب میاد. درسته، این عنوان مثل یه سرنخ خیلی مهمه. یه جور کلیدواژه است. به ما میگه که محتوای احتمالی این کتاب حول محوری ترین اصل اعتقادی توی اسلام میچرخه و احتمالاً سعی داره ابعاد مختلفش رو روشن کنه، باز کنه. فهمیدن اهمیت این مرکزیت حتی بدون خوندن خود کتاب میتونه کمک کنه انگیزه ها و چارچوب های فکری مرتبط با اون رو بهتر درک کنیم. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی کوتاه داشته باشیم، تنها چیزی که داشتیم عنوان کتاب التوحید بود. از همین عنوان فهمیدیم که با متنی روبرو هستیم که به اصلی ترین مفهوم در جهانبینی اسلامی میپردازه، یعنی یگانگی مطلق خداوند، و خب احتمالاً ابعاد نظری و عملی اون رو هم واکاوی میکنه.
و این ما رو به یه فکر جالبتر میرسونه که شاید خوب باشه شما هم بهش فکر کنید. وقتی یه مفهوم مثل یگانگی انقدر مرکزیت پیدا میکنه، انقدر مهم میشه که یه کتاب مفصل و بنیادین بهش اختصاص پیدا میکنه، چه چیزای دیگه‌ای، چه سوالها، چه جنبه‌هایی از زندگی یا تفکر ناگزیر تحت شعاع قرار میگیرن یا شاید از یه زاویه دید کاملا جدیدی تعریف میشن. این شاید سوالی باشه که دنبال کردنش حتی فراتر از این متن خاص برای شما جالب باشه.